خب آقا بارات، درود بر شما. امروز 15 نوامبر 2023 و اوه یواش این خودشو میکشه و من و آقا باراد و احتمالا چند تا دوستان دیگه، مربی تیم فوتبال آقا باراد، آقا شهریار و شاید یکی دو تا دیگر دوستانم به ما جوین بشن، داریم اولین کمپ شبونه مجردی رو تجربه میکنیم. مگه نه آقا باراد؟ بزن کفقش، های فای بزن، ماشاءالله موضوع دستت باش. آره امروز باراد نوبت دکتر داشت برای عکس بگیرد دستش که اگر اوکیه باز کنه و خدمت شما عرضم که نه، وقتی که فهمید صحبت کمپه و یه هوای ابری ملس خیلی خنک، فکر میکنم دما روی 16 درجه باشه، ساعت 4 بعد از ظهر حدودا. ما داریم میریم به سمت یه لوکیشن زیبا، احتمالا یه ساعتی تو راهیم، به شب نخوریم برای چادر زدن و بتونیم که سریع کمپمون رو برپا کنیم و یه شب قشنگ رو در کنار هم بسازیم تا پارت بعدی 200 بدرو کجا که آره بارات تذکر داد که بگیم ما داریم میریم سر یه جایی منطقه‌ای به اسم کسانی و فکر میکنم لوکیشن ما دیروز رفتیم اینجا رو دیدیم، خیلی جای خوبی بود، دوست داریم بریم همونجا کمپ بزنیم. فعلا خداحافظ. خب آقا بارا، ما الان جلوی البته یه ویدیو گرفتیم از اون گوشی که زیاد صداش خوب نبود، اومدیم روی آیفون ببینیم که دنیا دستی کیه و الان من و آقا بارات اینجا منتظر عمو شهریار هستیم. اومد بنده خدا ولی رفت توپ بیاره که در اونجا یک شاید 5 گله‌ای بازی کنیم یا یه حرکتی بکنیم بالاخره و من شیشه رو هم بدم بالا که صدای ما بهتر ضبط بشه. ما مشکل یا ابوالفضل الباش آره داشتن با هم دیگه میزدن، به ما ربطی نداشت، ولی چیزی که هست در واقع ما منتظریم عمو شهریار رفت توپ بیاره. خب اینجا عمو شهریار داره با بلفی، نمیتونم شما رو همزمان نشون بدم، چه کاری کنم. اینجا عمو شهریار میگیم که آمد در ماشین و زحمت توپ رو بنده خدا کشید و ما آماده ایم که دیگه بریم. درود بر شما عمو شهریار. از اینجا یه سری آذوقه بگیریم، توت فرنگی نمیخوایم، حالا چیزای واجبتر میخوایم. توی نیکورا ایکسل و اومدیم یه خریدی کنیم برای آذوقه‌مون که این شاید یکی دو روزی که اونجا وایسیم چیزی رو. درخت کریسمس هم اونجا هست دیگه، نزدیکای ژانویه هستیم و اونجا همونجوری که ببینید ما با این سلام. الان پدر داره این چیزا بهش میگن کیلو Pochi tal selfie che dove posto? po' di libertà. Vai. Io, io. E te خلي ما يزدوقني. ايه الان آوردم بذارم تو ماشین گالونه نمیاد یا اون دیدم شیرش خراب شده داشتم خونه یه جواب میخوایم نوشیدنی بار گفتید پنکیک می‌خواید دستم بله پنکیک می‌خوام بذاریم صبح خواهی پنکیک بخواهیم آب میوه بگیریم آب میخواهیم بگیریم آب پرتقال اوکی با اولی بله سمرو نداریم این هست خیلی اینجا هستش نیست
اندروشیه؟ پس اندروشیه؟ پس اندروشیه؟ نه این کپی بهتر. نوشابه یه دونه بگیریم. نوشابه چیه؟ میراندا. نوشابه بگیریم؟ ماست نمیخواین؟ داریم ماست نمیخوریم حالا. من نمیخوریم. من این رو بردم. شیر بگیریم. این هنه بود. این بود فکر کنم. بذارین شیر کوچیک بگیریم که خراب نشه. فقط این چیزات بندم و یادم رفت بیارم. بندی چیو؟ بند دستمو. ایراد نداره. باید درست کنم. بندی شیر پاکتی نداره. خراب میشه. یه شیر کوچیک بخواهیم. کفیره. این کجاست؟ این برم لوازم تحریر رو اینجاست. پدر یه لحظه دستم خود قطع شد. دستم خود یه لحظه قطع شد دوباره پیدا کردم. برم دنبال فلاکس. چه قمقمه بزرگی بیشون داری ولی چه قمقمه رو ببینید. اون کنیم قمقمه است. قمقمه برداریم؟ نه فلاکس چای فلاکس دست یه ذره باش. الان داریم چیزایی که گرفتیم ما داریم حساب میکنیم. اینجا پلاستیک هست. خب الان میخوایم بریم تو ماشین دیگه. خریدامو کردیم. پدر بیرون یه ذره دیگه تا یه ذره دیگه بریم بزنسوی ماشین. خب من دمپایی ندارم الان یا کفشم هم پام کنده اینجا معلوم نیست. حالا همون شهریار زمانش میکشه از دورتر. ما از وقتی که اومدیم یعنی رسیدیم اینجا بچه این رودخونه است پشت سر همون شهریار. یه نگاه کنیم این هم آقا باراده که داره کمک میکنه برای آتیش و اینا. همون شهریار یه آتیش اینجا درست کرده. یه دونه شومینه هم اینجا داریم بخاری ایزولی. این برم که اگه بهتون نشون بدم این چادر رو نصبه. حالا همون شهریار میرن نمایی دورتر بهتون نشون میده. نورمونم نصبه، چادر منم نصبه، مشغوله نصبه. اینم خودم هم اگه بیفتم نمیدونم. بیا همون شهریار یه از دور یه دمایی بگی ما اینو بذاریم. بله آره من این از آتیشه. این از ویره ببین. البته صبح قشنگتره ویره.
این از آتیش یک، این هم از آتیش دو. اینجا چادر پدر، جان پدره. آره اینجا میزمونه وسیله‌ای که روش است. خاطر چراغ این خیلی واجه اسپری فشه. ببین یه دکمه زیر آن و آف هست که حالت برق دیدی؟ یه رو دیگه بیار بالا من ببینم. خب آقا بارات عبابات بگید داره وسایل رو چیز کنه. پدرم داره وسیله ها رو به آقا بارات میکنه. درود بر شما. اینجا هم وضعیت خیلی زیباست اینجا. صبح زیباتر هم میشه. اینجا بغل مرزه نه؟ ها؟ مرزه، این بغل مرزه نه بغل مرز کجا؟ روسیه. نه بابا جونم. شرط بابا توسیه. کتری قوری دادم آجی اینا. این ببخشید میام الان این وسایل رو دیگه. نه دیگه من جونم میام دیگه. میخواین چای بخوریم. البته میخوایم چای تازه دم میاریم. اینم از منم من معلوم خودتون باشم. خدا کنه توی مثلا هوا من نباشه. خصوصیت آتش‌های مایع تا یه ذره دیگه با لایک و سابسکرایب و زنگوله کوچولو یادتون نره کامنت های انگلیسی بذارید که چی میگن. ای بابا این از اینا اینجوری کردن از اینا دیگه. سابسکرایب. چه شبه چه روشی زدی همون شهریار. میبینیم که همون شهریار کباب به سبک مکزیکی اینجا رو ببینید حسابی. این سبک مکزیکی چایی. الان یه بخوام یه استوری ناز بریم ولی آقا خیلی خوبه. خب حدود ساعت 10:30 شبه. ما بعد از اینکه کلی کار انجام دادیم در کمپ شبانمون، همونجوری که میبینید اینجا اگه نگاه کنید اینجا این رودخونه است و این همون قلعه بالاشه که ما در کنار این رودخونه وایسادیم و این هم اینجا ذره تاریکه. اینجا هم کمپ ماست. این آقای باراده داره تاریکه ولی داره چوب جمع میکنه برای آتیش ولی تاریکه پسرم.
اینجا این کمپ ماست. اگه نگاه کنی اینا. خب افتاده بودن. آقا مجید مقدم تازه تشریف آوردن، افتخار دادن. عمو شهریار. اینم ببین داره چیکار میکنه شهریار. و کوباداری. آقا مجید چی؟ کوبداری. اینم ملاتش. سوختم. اینم ملاتشه. اینم شومینه است که مال شهریار از قدیما اینجا بوده. اینجا بوده شهریار. اینم اگه خودم باشم برعکس این وقت خودمم. اینم خودمم. من اولین بار دارم با این گیمباله کار میکنم. جالبه، خیلی تو دستم نی همچی. چه خالی. هر طرفی یه طرف دیگه میره. الان زوده بود. اگه بتونی به تیکه های 10 سانتی در بیاری کار ما را میفته. 10 سانت. اون تنه رو باید تا فردا همین موقع خورد کنم. برو. بیار اینجا. جلو به شرف ما. چی شد؟ یه ماه اینجا آتیش روشن کنه.
حالا جوش کرد میخوای بذاریش کنار دیگه آره؟ آره این ربش که صبح شد کشم مزار رفت با هم تو هم آب میذاره. خب اینم که در واقع سیب زمینی هفته صبحونه است دیگه یه جورایی ها یه جورایی میانبری صبح تا شبه صبحونه است. آره اینجا این سیب زمینی هست شده شدی یا به نظره خیلی شده آجی برگشتم بیام کله رو بذار امو شد چه شبه الان اون درود به شرفه چی شبه این دوتا این پنیره علی نمیخواست به آخه به پسرم ندادم خوابید آقای مجید ما رو به عذاب وجدان انداختی ما رو به عذاب وجدان انداختی یه ذره آب نارنج نمیشه روش بشتی خب من اینو دیگه به شما رو به ادامه خوردنش دعوت نمی کنم چون خیلی احتمالا گره است دیگه هم بگیر آقا اینجا رو ببینم این الان دیگه خوردن حالا پنیر سسش سس پنیری هم بزن اینو که اینجوری که میکنی بزنم این دیپ پنیر رو میزنیم و درود به شرفه از این میزنیم وای پار میدای من گو بعد درش میبندیم این زیاد هم نبند برامون از اندازه لذت دار شد به نمک خب ساعت به عبارتی 5:30 آقا مجید درسته؟ ها؟ جدی بیفرمایید؟ 6:23 صبح روز چهارشنبه است امروز؟ نه بابا آره چهارشنبه است؟ چهارشنبه است؟ آره 6:20 است به فرموده آقا مجید چهارشنبه 16 نوامبر 2023 ما در جنگل های گیلان کودکی 10 ساله بودم جست و چابک در خدمت آقا شهریار آقا مجید 2 تا کلبه آتیشی اینجا ولی اینا رو بیارم اون یارو رو گیمبال رو بیارم با اون بهتر و اینجا هم که رودخونه و نه اوکی اونم جاده بالای زیر قلعه است خب آقا شهریار بفرمایید در خدمت شما هستی شما بفرمایید نه خواهش میکنم چیکار کردیم آقا عرضم حضورت که از موقعی که اومدیم بعد اینکه چادرها رو بنا کردیم و وسایلمون رو چیدیم برنامه آتیش و غذا رو برا کردیم یه دستگرمی جواب خوب زدیم جا همه خالی آقا مجید هم رسیدن تا اون موقع به مادر زنش دوستش داشت کبابی که آماده شد آقا مجید هم تشریف داشت بعد جونم براتون بگه که بعدش کوبداری رو زدیم که یه چیز عجیب و غریبی بود پیاز و گوجه و اینا بعد یه مرغ بریون درست کردیم مرغ خاله خاور آره خاله خاوری شکمپر اونو خوردیم
لالوهای این قضیه ها که چای برا بود اونا هم که آره دیگه همه چی به صورت داغ سرو میشد آقا همه چی به صورت داغ. بعد یه مصوم دادیم مجموعه جنگی دادیم به حاج رفت یعنی مصوم. مصوم زیاد دادیم دیگه آره. دست آقا بهزاد کاملا سوخت بعد دست من سوخت یه دستش هم چاقو خورد یه دست چاقو خورد آره کلا سه تا انگشت مورد استفاده موس هم هر سه تا داغونه. آره دست من سوخت واقعا نه چپ کلیک نه راست کلیک. اتفاقی براش نیفتاده ان شاءالله نیفته. نه رد کن. بعد تو این بین آبگوشت رو بار گذاشتیم که چه آبگوشت؟ چه آب؟ فردا رونمایی میکنیم ازش. بعد سوسیس الان یه سبز سیب زمینی و کره میخواد بزنی. سگ اومد اینجا همه جاش پاره انجی کرگردن. آره اومدم بگم همون سوسیسه رو میخواستیم بدهیم که دادیم به سگه. آره چه اندازه سگی هم فیل. الان هم که یه 3 تا سیب زمینی رو گذاشتیم داره دلی برای خودش که با کره بزنیم. میپزه که با کره بزنیم اونم تا دقایق دیگه رونمایی میکنیم. بله بله بله. بعد آقا بارات خوابه. آره سرد هوا. سرد الان 6 درجه شدی؟ آره. حالا ما چون آداپت شدیم با هوای اینجا فکر میکنم سرد نباشه چون ما رفتیم تا دم ماشین برگشتیم اینجا سرمایه 7 درجه 7 درجه سانتیگراد. بسیار عالی بسیار عالی. انشالله که صفا باشه شادی باشه. در سلامت کامل به سر بردیم هیچ گونه لهو و لعبی نداشتیم. آره سلامت چایی سلامت فقط چایی خلافمون چایی بود. خلافمون چایی بود و خیلی هم غذا خوردیم. حالا ببینیم فردا چه اتفاقی میفته چه ماجراهایی برای ما به وجود میاد. دوباره گردی جانساقی. آره ببینیم آیا میتونیم تو رودخونه بزنیم فردا یا نه ماهی بگیریم. گوسفند قرار بگیریم بزنیم. البته ما چون یعنی گیاهخوار نیستیم حتما گوسفند رو میخوریم. خواستم تبلیغ منفی نشه تو ویدیو. فعلا تا پارت بعدی. فعلا خداحافظ. بیا رو دیدی. خب ساعت حدود 1:30 ظهر شده بچه‌ها دیگه ما اومدیم یعنی دیگه از صبح اینقدر دیگه درگیر شدیم ما هم چون تا صبح نخوابیده بودیم. بعد آره 8 صبح اومدن خوابیدن. اگه نگاه کنی هنوز کمپمون اونجا برقراره. من چادرامو جمع کردم و شهریارم فکر کنم جمع کرده. آبگوشتمون در حال جوشیدنه. آقا باراد اومده اینجا 2 تا دروازه زده برای اینکه حالا تو زمین چوباش معلومه اینجوری زده که ما یه بازی بکنیم. بعد 1-2 گل بازی کنیم و آبگوشت رو بزنیم و بعدم دیگه بریم سمت خونه چون خیلی کثیف شدیم دیشب و سردم بود حسابی. دما رسیده بود به 4 درجه ساعت 5-6 صبح. البته حتی خنک‌تر هم بود احساس میکنم چون ما کنار رودخونه هم بودیم. به هر صورت الان مجید و شهریار هم دارن میان که با بارات که با همون دست شکستش در حال زحمت دروازه است 2 گله بزنیم و حالشو ببریم. آها